وقتی که نمرود حضرت ابراهیم را در میان کوهی عظیم از آتش انداخت، فرشتگان همگی به گریه درآمدند. جبریل به خداوند گفت: پروردگارا، در روی زمین یک نفر تو را پرستش میکرد و حالا دشمن بر او مسلط شده. خداوند به جبریل گفت: من هر وقت که بخواهم او را یاری میکنم. فرشتگان همگی گفتند: خداوندا، پس بگذار ما به یاری او بشتابیم. خداوند فرمود: بروید و اگر درخواست کرد یاریش کنید. فرشته نگهبان آب و فرشته باد و فرشته آتش و در آخر فرشته نگهبان خاک همگی به نزد حضرت ابراهیم آمدند و گفتند: ای ابراهیم، اجازه بده تو را از دشمنانت نجاتت دهیم. ولی حضرت ابراهیم اجازه نداد و گفت: از پیش من برید. جبریل آمد و گفت: ابراهیم، اگر حاجتی داری بگو. حضرت ابراهیم گفت: من حاجت دارم ولی به تو حاجتی ندارم و خدای من برای من کافی است و او هست که از حال من مطلع است و غافل نیست. در همان لحظه خداوند مهربان به آتش خطاب کرد: ای آتش، بر محبوب من سرد باش و سلامت نگهش دار. بی آنکه حضرت ابراهیم از سرما یخ بزند آتش خاموش شد و در گلستانی زیبا پدیدار شد. ایمان به خداوند فقط در شرایط سخت معلوم میشه. به عشق خدا بنویس: خدایا شکرت. این پیامبران بزرگ و پیروانشان همه امت واحدی بودند و پیرو یک هدف و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرستش کنید.